سلام، من ستاره زمانی هستم. قسم که در همه از ما معلوم است در پهلوی حملات گروه های تروریستی مو هر روز جوانای خود را به خاطر 1000 افغانی به خاطر یک موبایل در کوچه و پس کوچه کابل از دست میدیم و قتل آدم کشی تقریبا عادی شده برای کلگی. چندین ماه پیش برارم عباس زمانی توسط 3 تا دوست به نام‌های علی جان، مصطفی و مزارالدین به فجیع‌ترین شکلش توسط ضرب چاقو و سنگ از بین رفته که بعد از ماه وقت که محکمه ابتدایی دایر شده 20 سال حکم زندان بر یکش داده و 30 سال دیگه بر 2 تا دیگه شی. امروز محکمه استیناف برارم برگزار شده. بعد از اینکه قاضی ها میبینه که در زنا حس ندامت، پشیمانی یا اصلاح وجود نداره، هر سه‌ش را به اعدام محکوم مونه. یعنی این نشانگر است واقعا تا هنوزم در دادگاه افغانستان، در قضای افغانستان شفافیت وجود داره و قانون عملی میشه که واقعا یک نکته خیلی مثبت است. اما تایید سر محکمه و توشیح رئیس جمهور تا هنوز باقی مانده. در صورتی که رئیس جمهور امضا کنه عرصه از فرد کسی اعدام میشه و این درس خیلی کلان است بر دزدای کابل. حداقل اونا بعد از این متوجه میشه اگر من مثلا یک نفر رو به خاطر یک موبایلش از بین ببرم، بعد از او خودم از بین بردم میشم، اعدام میشم، همین کار دوباره نمونه. یعنی که ریشهش تقریبا به یک نحوی شاید همین ریشه همین بدبختی از بین بره. خانواده از من میگه که همین قانون عملیش نه و حداقل در قضای افغانستان شفافیت وجود داشته باشه و این 3 فرد باید اعدام شونه.